الصلاة تثبیت للاخلاص و تنزیه عن الکبر. نماز هم این خصوصیت رو داره. اولا تثبیت اخلاص است، یعنی برای خدا کاری انجام دادن، چون در نماز ذکر خالص خداست، هیچی مخلوطش نیست. از اولی که انسان تکبیرت الاحرام رو میگه مشغول ذکر الهی است، اگر توجه و حضور داشته باشه. حالا ما که حواسمون گاهی پرت بشه و اینا که اون هیچ، اون کسی که حضور دارد، حضور قلب دارد و خود رو حاضر در مقابل خدای متعال میدانه، یک سره ذکر خداست، هم با لفظ هم با عمل. ایستادن در مقابل خدا، رکوع کردن در مقابل خدا، سجود کردن در مقابل خدا، دست بلند کردن به دعا در مقابل پروردگار.